بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على من ختم به النبيون وآله وأصحابه هم قرة العيون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. محترم نمازگزاران، شیفتگان و علاقمندانی به پروردگار معبود یکتای خود، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته برای یک انسان سعادتمند که الله سبحانه و تعالی برای او سربلندی دنیا و آخرت را روزی گردانده است، از این بهتر نیست که با اون پروردگار ارتباط و علاقه درست داشته باشد. پروردگاری که صاحب دنیا و مالک روزی جزا است. استعیذ بالله. رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه الابصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. محترم نمازگزاران، خداوند ما و شما میگوید رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع. در مد اول میگوید مردانی که خداوند در این کلام خود خطاب میکند رجالون، یعنی مردان باشند، مردان هستند که لا تلهیهم، لا تشغلهم ولا تمنعهم، اونها را مشغول نمیسازد و اونها را منع نمیگرداند تجارت و داد و گرفت از چی؟ از ذکر خداوند. لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. آنها را مردانی که مشغول نمی سازد و منع نمی گرداند تجارت و داد و گرفت معامله دنیا از ذکر خداوند و از برپا داشتن نماز و دادن زکات.
و بخشیدنی احسان، حق خدا و حق بینوایان و کم بضاعتان. یخافون یوما، با اینکه اونها را داد و گرفت دنیا و مشغولیتی تجارت و کاروبار از ذکر خداوند مانع نمیشوند که اونها ذکر میکنند و در خانه های خداوند نمایان میشوند و برای خداوند میدهند، بخشش دارند. یخافون یوما، خوف دارند، بیم دارند از روزی که تتقلب فیه القلوب، در آن روز دلها در اضطراب هستند، دلها آرام نیستند. نه اینکه دلها و چشمها در اضطراب هستند، در هراس هستند. عزیزان من، دل از چی در بیم است؟ چشم از چی گریزان است، در اضطراب است؟ البته که از جزا، از مکافات، از یک چیزی که منتظرش هست که شاید یک چیزی ناخوش باشد، عذاب باشد، وعید باشد. اما نسق آیت در اینجا میگوید تتقلب فیه القلوب والابصار لیجزیهم الله احسن ما عملوا. دلها هم از بیم و هم از مژده و از خرسندی هم در اضطراب می شوند. چشمها هم از ترس گریزان هستند، در حرکت میان، هم از پاداش نیک هم در پریش و در هیجان می آیند. رجالون وقتی میگوید خداوند، مردانه که کسب و کار دارن، تجارت دارن، اما این کارشو از ذکر خداوند و برپا داشتن نماز و کارهای خوب اونها را منع نکرده است. دل و چشمهای اونها در چی، از چی اونها اضطراب دارند، در چی در حرکت هستند؟ از هیجان، از خرسندی دیگرگون میشوند. چرا؟ لیجزیهم الله، تا اینکه خداوند برای اونها مکافات دهد احسن ما عملوا، مکافاتی بهترین کاری را که اونها انجام دادن، یا بهترین مکافاتی را که اونها در عمل انجام دادند. و یزیدهم من فضله. خب برای که یک وقتی که غالب برمدی در یک مسابقه است، مسابقه قرآن است، گوشتی است، فوتبال است، برای که یک مدال میدهند در گردن و باز منتظری که همراه او باز یک کنورت است یا که یک چیزی دیگه هم بتید. و یزیدهم من فضله، پاداش اون چیزی را که عمل کرده است اون را هم بتید و یک افتخارنامه دیگه و از فضلش خداوند باز یک چیز بیشتر و خوبتر برای اونها بدهد. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. مطمئن باشید خداوند روزی میدهد به اینکه حساب و شمارش کرده شود. این طایفه مردم کیها هستند؟ این رجال، این مردها کیها هستند؟ هم الذين يضربون في الارض يبتغون من فضله، یبتغون من فضل الله. اونا کسانی هستند که در روی زمین سعی و تلاش دارند، حرکت میکنند، کسب و کار حلال دارند، رزق حلال را طلب دارند، بلندترین مقام و وظیفه دنیا را برای خدمت کردن، برای مردم، برای ملت، برای کشورشو انجام میدهند. یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله. و یا میگوید خداوند که فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله.
این گونه نباشد که مسجد را باششگاه دائمی خود قرار بدهید. وقتی در مسجد داخل شدید به اندازه در سجده باشید که به اندازه در خود را خضوع و برجامانده بگیرید که دیگر هیچ میل به سوی دنیا نداشته باشید. البته که باید چنین باشد در وقت عبادت، اما نه اینکه دیگر همین سلوکی بندگی باشد، همین رسالت زندگی باشد. فاذا قضیت الصلاة، وقتی نماز ادا شد، فانتشروا فی الارض، باز بر بگردید. مسجد مکان ذکر است، عبادت است، بندگی است، تزکیه نفس است، علاقمندی و ارتباطی با پروردگار است، آماده کردن نفس است. اما وقتی که ساعت و لحظه و عبادتش تمام شد، فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله، در زمین پنج شوید و روزی خداوند را کسب کنید، به دست بیارید. رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. انا همین انسان ها هستند. اینها همانهایی هستند که زینتی خود را، زینتی را که خداوند برای اونها روزی و نصیب کرده است، در مسجدها، در خانه های خدا میگیرند. یا بنی آدم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد و کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. ای فرزندان آدم، شما رساله را که بر عهده شما داده شده است، اون را میدونید که چی است. وظیفه و عهده‌داری که بر شما داده شده است چی است، اون را میدونید. یا بنی آدم خذوا زینتکم، ای فرزندان آدم، شما زینتهای خود را در نزد هر مسجد بگیرید. عند كل مسجد و کلوا واشربوا، مسجد بیایید، عبادت بکنید، اما بخورید و استفاده برید. عبادت کنید و چکار کنید؟ بر بگردید به سر کارهای خودتون، بخورید و استفاده برید. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بخورید و استفاده برید، اما اسراف نکنید. نه در عبادت اسراف کنید و نه در خوردن و استفاده بردن. نه افراط باشد و نه تفریط باشد. کلوا واشربوا خذوا زینتکم عند كل مسجد، زینت خود را در نزد هر یک مسجد بگیرید. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، شما بخورید و استفاده ببرید و اسراف نکنید. انه لا يحب المسرفین. خداوند این را دوست نمی‌دارد که شما دیگر در مسجد در آمدید اصلا نبرایید، بگید که ما زاهد هستیم، ما ترک دنیا کردیم. اعتکاف وقت دارد، زهد وقت دارد، و همچنین هم که به کار و مشغول، به مشغولیت گرفتار شدید و کار کردید برای کسب حلال، هم اینجا را هم فراموش نکنید. این گونه نیست. از مادرمون حضرت عایشه رضی الله عنها یک روایت بسیار خوب است. وقتی که دیدند در مسجد، دیدند که یک گروه از مسلمان ها، حالا در عصر سعادت هستیم، در زمان خلیفه های راشدین است، مادر و حضرت عایشه رضی الله عنها میاد در یک مسجد میبیند که یک گروه از مسلمان ها، نمازخوان ها، لباس های بسیار پشمین، تنخراش و
دلق و نمیدونم با دیگر رو در بر کردن و آهسته حرکت میکنن و آهسته گپ میزنن و قامتها رو چنگ کردن. پس وقتی نظر کرد به اونها پرسید من هؤلاء؟ گفت کیان اونها؟ در بیرون جواب دادن هم الزهاد، اونها یک زاهدها هستند. بعد گفت که ویلهم، مرگ برای اینا، کان سیدنا عمر امام الزاهدین. وای بر اینها گفت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پیشوای زاهدان بود. فاذا قال اسمع، و وقتی گپ میزد همه میشنیدن. و اذا مشى اسرع، و هر وقتا که راه میرفت از همه پیش میرفت. و اذا ضرب اوجع، وقتی که میزد جای زدگیش زخم میشد. و حضرت عمر رضی الله عنه پیشوای زاهدها بود. شما هم مسجد را این گونه نسازید. شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم، محمد صلی الله علیه و سلم را تحریف تبدیل نکنید. و همچنان اگر به کار و شغل مشغول هستید ذکر خدا را از یاد نبرید. خذوا زینتکم عند کل مسجد. شما علاقه و ارتباط خود را با خدا قطع نکنید. حالا زینت چی؟ زینت چی از خذوا زینتکم؟ زینت یعنی چی؟ همین خرجی راه، همین خرجی راهی که حالا من نمیدونم بیشتری کسایی که اینجا هستن از نمازخانه عزیزانی که به مسجد اومدن خیلی مسافت دور را طی کردن و اومدن اونجا صرف خرج دارد. همین خرجی راهی که میتید همین زینت است. مال و دارایی که انسان برای روزگذرانی و زندگیش کسب میکند زینت دنیا است. سر لباس تازه داخل مسجد اومده باید با سر لباس خوب بیایی، آراسته کنی خودت. خب عطر خوشبویی خوب هم داشته باشی. کجا میری تو؟ اگر تو واقعا شیفته و علاقمندی یک معبوده که قادر و توانا و قدرتمند است و از او امید داری و از روز آخرت امید داری، برای او آماده بشه و برو. لباسی زیبا داشته باشی، عطر خوشبویی داشته باشی، با یک شوق و با یک ذوق به خانه او برای، به مهمانی او برای، به پیش او برای. البته این گونه نیست که دیگر در مسجد هم داخل شدی همین که امام سلام داد دیگر با یک قلب مضطرب و با یک ناآرامی و فکری بندی نمیدونم با لهو و شوخی و با دیگر چیز خب همین نماز را بخونی و سلام که داد دیگر در پوشیدن پاپوشی و دیگر یک دیگر را بزنید بفرای برای. نه، تو در پیشگاه خداوند متعال هستی، از او امید داری. اونجا آدابی اون ارتباط است، آدابی او را باید رعایت کنی. این را میگوین زینت. خذوا زینتکم عند کل مسجد. زینت همسران و همین فرزندها هستند. خذوا زینتکم. فرزندهاتون، همسرهاتون هم به این مسجد، به این خانه خدا، به این جایی که جای عبادت هست، جای تغذیه یا تقویه ایمانی است، آداب است، تربیه گیری است، به این جا بیارید. خداوند میگوید استعوذ بالله المال والبنون زینت الحیات الدنیا. همین دارایی تو، همین زن، فرزندات تو، همینا زینت حیات دنیای شما هستن. اینها رو همراه تو بیارید به خانه خداوند. و برای این کار از بهترین واسطه ها و وسیله ها را استفاده ببرید.
یعنی فرزندها را طوری که به خانه های خدا شوق داشته باشند. حالا ما سخن را کوتاه میکنم. از پدری بزرگوارم خدا رحمتش کند یاد دارم وسیله مسجد دوست کنی فرزند را. پدری ما در 6 ماهگی پدرشو از دنیا گذاشتن، در تربیه عمکیشو بودن، بچه 8 ساله 10 ساله 12 ساله. اما عمکیش برای مسجد رفتن از خواب بیدارش میکردن سحری و میگفتن بچم، شیر بچه من، بیا قطیم همین شلفه کرده تا مسجد بره، تا قبرم میترسم. وقتی تو قطی من باشی همون ترس و بیم همونها از دل میره من. وقتی همین خیلی میگفت از بیگاه هم میگفتم که حالی بر وقت خواب کنم که با اکم میگه که همراهی من بره تا قباشم یک بیم دارم، یا سیایه یا بوریه. اما بعد که کلان شدم، بعد 30 و 40 رفتم، بعد فهمیدم که امکی من نمی ترسیده است، اما برای من یک شوقی را، یک ذوقی را، یک چیزی را در دل می انداخته است که اگر تو همراهم نباشی من ترس دارم، بیم دارم. قطعی من که شلفه داده میره دیگه همین ترس دور می شود. حالا من نمیدونم که امروز چگونه میتونیم که ما وسیله ها را استفاده بریم، برای اینکه اگر ما حاضر نظر بکنیم همین فرزندهای ما ساعت کاریش و ایماها زایدترند. اگر ما 8 ساعت 10 ساعت کار میکنیم بچه ها بیشتر کار میکنن. وقتی ای خواب میخیزیم بیدارشو میکنیم اونها مشغولن، اون تلفن در دستشون است، یا پلنشت است، یا چیزی است، گیم است، بازی های کدام چیزی است. ما میفریم کار میریم، از کار میگردیم مییم اونها مکتب رفتن یا اونکی نرفتن نمیدونیم، باز میگیم که باز هم در دستشو همون تلفن و پلنشت همون گیم است. ما خورد خوراکمون میکنیم، شست و شومون میکنیم، نمازمون میخونیم، بر وقتای خواب میریم، حالا همونها چی هستن؟ در همون بازی هستن. پس فهمیده میشود که فرزندها به ساعت کاریشو از ساعت کاری ما بیشتر است. اگر ما اونها را نظارت نکنیم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اگر اینها را همراهمون نیاریم و اینجا تربیه نشوند، خداوند میگه این کار رو هم بکنید. البته به این گفتنی نیستم که اونها را از همه بازی ها و وسایل بازی منع کنیم، این گونه نیست. میگه که انما اللعب بلا درس حرام و کذاک درس دون اللعب. همان گونه ای که بازی، شوخی، فوتبال بازی و تفریح و خرسندی به درس حرام است و منع است، درسی که همراهش بازی و لحظه های تربیه جسمانی نداشته باشد این هم منع است. حالا یک نقطه دیگر را تأکید میکنم، اگر انشاءالله دراز نشود به همین انشاءالله سخن را خاتمه میدهم. همین دنیایی که ما هستیم با همه رشد و ترقیات و پیشرویی که دارد و گردش حیات چرخی این دنیا تنها توسط قانون فیزیکی، حالا میگوین فیزیکال لاو به زبان امروزه، قانون فیزیکی، همون گونه که میگوین 2 ضرب 2 4 است، هیچ تغییر نمی‌یابد. آفتاب هست، ماهتاب هست، گردش زمین هست، سیاره ها هست و این حیات رفتن میگیرد. یعنی این حیات، این چرخش دنیا تنها بالای این قانون نیست، اینجا یک قانون دیگر هم وجود دارد. اون قانون را قانون معنوی میگویند، moral law، قانون معنوی و اخلاقی که در سیر دنیا و گردش حیات جای اساسی دارد. همین است که الله پاک انسان را از ابتدا بهترین مخلوق خلق کرده است. همون چیزی اساسیه که حیات را، سرنوشت را معین میکند، همین است که خداوند انسان را بهترین خلق کرده است. لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم. همین قانون است که خداوند از ابتدا انسان را جاینشین خودش در روی زمین گردونده است. خداوند میگوید که آنچه در زمین و آسمان بین اونها هست اون را بهوده خلق نکردم. میگوید
اذ قال ربك للملائکة اینی جاعل فی الارض خلیفه. انسان جاینشین و نماینده خداوند در زمین است. این بر اساس قانونی معنوی است. اون قانونه که اساس در گردش حیات و سیر چرخ و زندگی هست. انسان را تمام اشیا را می آموزد خداوند. ساز و درستش میکند. وقتی که ساز و درستش میکند میگوید فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی من او را درست کردم و از روحم در او دمیدم، پس برای مخلوقانی که در علیین دارد از ملائکه دارد میگوید برای اون سجده کنید. این بر اساس یعنی همون قانونی معنوی است، چون که اساسی چرخش حیات و سیر زندگی همین است. برای اینکه همین مقام و جایگاهی بزرگ را کسب کند، خداوند او را تعلیمش میدهد. با روایت 124,000 پیغمبر از اختیار میکند با اونها میفرستد. حتی روایت است که 224,000 پیغمبر میفرستد تا اینکه همین مقام و جایگاه را برای او بیاموزد، او را شایستگی بدهد. خداوند میگوید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. ما بودیم که برای شما از بین خودتان پیغمبر فرستادیم تا اینکه شما را کتاب ما را، آن چیزی را که میخواهید که بیاموزید برای شما بیاموزانند، تزکیه بدهند شما را و برای شما اون چیزی را که نمیدونید را بیاموزند. الرحمن علم القرآن. خداوند انسان را آموختن داده است. خلق الانسان. الله انسان خلق کرده است. میمون، بوزینه یا یگان چیزی دیگه خلق نکرده است. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. انسان خلق کرده است، خلیفه خلق کرده است، جاینشین خودش خلق کرده است و علمه البیان. و برای او حکمت، بیان، تکنولوژی و امروز آن چیزی که امروز بشریت به او رسیده است را تعلیم داده است. حتی این را منت کرده است خداوند برای ما. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان كانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا منت میگذارد باز برای مؤمنها، برای کسانی که از بین بنی آدم مؤمنها را منت میکند. رنگ پدر بچه را منت میکند که من بودم که تو آدم شدی، من بودم که تو صاحب کسب شدی، من بودم که تو را یک کس میشناسد. خدا میگه لقد من الله. خدا برای شما منت بر کی؟ بر مؤمنان. از بین شما پیغمبر فرستادم و برای شما تعلیم دادم و تزکیت و بخشیدم، چون که قبل از آن که من پیغمبر بفرستم شما در یک گمراهی آشکار بودید. البته این مهربانی و احسان و فضیلت خداوند بود بالای انسان که امروز انسان با این جایگاهی که امروز هست رسیده است. از ترقیات علمی، رشد تکنولوژی و زندگی یک مدنی و با مدنیت و با فرهنگ و با دیگر، همه اینها از فضل و مهربانی خداوند هستند که انسان به اینجا رسیده است. حالا هم میبینیم که در انسان به این اندازه رسیده است. نقطه مهم این است که از پیشتر کرده بیشتر حالا با اون خداوندی که قادر و توانا است نیازمند است. علاقمندی انسان با او خداوندی که همه چیز را دارد بی نیاز است برمیگردد به خود انسان. فایدهش برای خداوند هیچ ضرر و هیچ فایده ندارد. حالا که اگر علاقه میکند میتواند که اون نیروی فکریشه و میتواند که اون رشد و ترقیات تکنولوژی و به دست آوردهش خوب استفاده برد. و الا اگر این گونه نباشد
همه اینها در راه نادرست و مایه باز رسوایی و ایرانی، سرگردانی و آزار و اذیت می شود. این است اون چیزی که الله سبحانه و تعالی برای بندگانش مهربانی کرده است. خب دیگر برای همین بود که خداوند تبارک و تعالی گفت که و بتغی فیما آتاک الله دار الاخره، در آنچه خداوند برای تو داده است آخرت خود را بساز، ولا تنسا نصیبک من الدنیا، حصه خودت از این دنیا فراموش نکن. یعنی درست است که خانه آخرت را باید آباد کنی. انسان در سه وظیفه و عهده‌داری دارد، سه مقصد است. اول اینکه خود را بسازد در دنیا و کامل کند، جایگاهی که برای خلافت و شایستگی است اون را کسب کند و از خودش یک چیزی باقی بگذارد، خانه آخرتش را آباد کند. اگر مقصد تنها خانه آخرت آباد کردن جنت میشد، انسان که خودش در جنت بود، چرا از جنت به دنیا آوردنش؟ همون جنت دمی ایستاد، اما باید که اینجا را آباد کند و یک چیزی برای دیگرها بگذارد و خانه آخرت را کسب بکند. خب دیگر اینها بودن آن چیزی که در این لحظه ها با شما داشتیم صحبت میکردیم. در خاتمه هم خدا را بسیار شکرانه میکنم که امروز روزی دید که ما با شما عزیزان شیشتیم صحبت میکنیم. این شما هستید که سبب شدید که ما چیزهایی را بگوییم و دعا میکنیم که خداوند طاعت عبادت های ما را و تمام مسلمان ها را قبول بگرداند. و البته لازم است که شکر و قدردانی کنیم از این صاحبان که وظیفه داران که این مرکز را در اختیار ما و شما قرار دادن. خداوند برای خدمت های اونها اجر میگذاریم و همچنین برای حکومتداران و مردم این سرزمین و خب باشندگان اروپا هم سپاس و قدردانی خود را میرسونیم که امروز این بسیار فضای آزاد در اختیار انسان ها دادن، مردم دادن تا اینکه یک کاری را بکنن، کار شایسته بکنن و دعا میکنیم خداوند عملهای ما را، عملهای خوبی ما را قبول بگرداند. بیماران اهل عالم را، مخصوصا بیماران مسلمان ها را و این سرزمین را و تمام سرزمین دنیا را، مخصوصا کشورهای مسلمانی که گرفتار هستند، اونها را آرامی، استقرار، روزی بگرداند. خب دیگر باقی خداوند تبارک و تعالی از همه ما و شما راضی باشد. تمام گرفتارها را، محبوسین زندانیان را، مثلا زندانیان ما را خداوند آزاد بگرداند. برای مردم روی زمین این را نصیب بگرداند که در سایه برادری، همدیگر فهمی، برابرزیستی، احترام و عزت یکدیگر زندگی بکنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.